سلام برعکس یوتیوب. آقا خواستم خیلی کامنت زده بودین که تکی ویدیو بذار. امروز یه طوفان هم داریم در واقع اینجا توی شهر، نه تو ویدیو، ولی داستانش قول شخصیه. آقا برای بیزنس های الان تورنتو اومدم و اینو توی تورنتو احساس کردم. حالا دو چیز شخصیمو که دیدم و میگم. یکی این که هر رستورانی میری به یارو میگی مثلا کباب دارین، میگه آره و بهترین شهر مال ماه. این خیلی جمله احمقانیه که هر رستورانی تو وارد میشی اینو میشنوی. چطوری میتونی اگر انقدر علاقه دارین بهترین باشین یکیتون باسن رو جمع کنه یه مسابقه بذاره، مسابقه بهترین کباب ایرانی، بعد چه میدونم توی روز تابستونی توی پارک باشه، رستورانا شعاب بکنن، ستاپ بکنن، ما میایم اونجا بتونیم کباب بخریم، بعدش یه 5 نفر آدم بذارن شیکمو، چه میدونم از این آدمایی که غذا تست میکنن توی اینستاگرام دعوت کنن، چه میدونم دو تا آشپز دعوت کنن، بشه اینو بخورن، بعد بگن نظر شخصیشون رو بدم، آقا من این کباب دوست دارم، بعد اونی که نفر اول میشه بگن آقای قهرمانی اول شد، بفرما شما بگو با بهترین کباب داریم. به خاطر اینجا وقتی میری توی مغازه یا رتبهشو بهت میگه، مثلا میگه ما تو فلان جا اول شدیم، فلان سال اول شدیم، تو این مسابقه اینو گرفتیم، طلا گرفتیم، برنز گرفتیم. ایرانی‌ها همه توی توهم گیر کردن که من بهترین، چطوری همین چیزی امکان داره؟ هر جا وارد میشی میگه من بهترین کباب شهر رو دارم، بعد همه کبابشون تخمیه، میدونی، نه که مثلا حالا اوکی همه تخمی ان. یعنی یارو فقط باید بگه ما کباب داریم. یه دونه که رفتیم کباب خوردیم اسمش بود شف، بعد کباب اولا بیرون مغازه نگاه میکنی انگار مثلا یه دکه یارو زده تو، الان با زغال داره کباب باد میزنه، تابلوی زشت زده، بعد نمیدونم مثلا تالارای 35 سال پیش توی ایران، خیلی زشت به نظر من دیدم. گفتم که از این رستوران دهاتیات یارو چیزی که من گفتم این رستوران با فلان رستوران بوده، آشپزا با هم دعواشون شده، اومده طبق معمول همه بیزنس میگم شریک نگیری، با هم دعوا شده، این اومده بیزنس خودشو زده، این آشپز اون بوده. من از این و اون تصویری که دیدم فکر کردم که یه بنده خدا بوده که ساعتی 20 سال داشته پول میگرفته، یه قرون پول نداشته، با اومده بیرون رو بدبختی و بیچارگی رفته به زور یه رستوران زده، خوابه که دیگه از این بهتر نمیتونه بزنه. آقا وارد رستوران شدم، انقدر زیبا بود توی این رستوران، انقدر قشنگ بود، پراکورکم ریخت. بعد میگم آخه خب چرا تو بیرون ریختیه؟ یعنی تو یه دونه دیزاینر نیاوردیش بپرسی آقا این نظر منه، این باحاله، یا اگه یه دیزاینر انتخاب کردی تو داری تو این لول تو میده نباید 3 نفر استخدام کنی؟ یا حتما فی دیزاینر ایرانی گرفتی؟ خب دیوانه ای، چون نمیگه دیزاینر بگی که مثلا فلان رستوران رو دیزاین کرده، فلان مغازه رو دیزاین کرده، فلان بیلدینگ رو دیزاین کرده، یا یارو دیزاینره، بیا منم همین چیزی میخوام. خلاصه بیرون زشت، تو خوشگل، میشینی غذا آورده، بعد کباب برگشو خوردم با کسی که منو لطف کرده بود، مهمون کرده بود، گفتش که سهیل خوبه کبابش؟ گفتم اگر تو جنگل بدوی یه گاوو شکار کنی، پوستشو باز کنی، گاز بزنی، باید همین مزه رو بده. یعنی اینکه این یارو هیچ کاری نکرده با این گوشته. خب من داشتم میگم خب آخه مثلا خب ببخشید حروم زاده، مگه تو رستورانی مگه نمیخوری اینو؟ نمک چرا نمیزنین؟ چرا یه فلفل نمیزنین؟ چرا یه سیری هیچی چرا نداره؟ چرا مزه هیچی نمیده؟ بروش سماق بزنی، نمک بزنی، کره بریزی که مزه دار شه. من دارم میپزم که تو چه غلطی میکنی از اون پشت نمیدونم $5 میگیری واسه یه سیخ کباب. حالا خلاصه این از این کار نداریم، این بنده خدا حداقل میگم دیزاینش واقعا توش خوشگل بود. رفتیم یه رستوران به اسم، یه مغازه به اسم، بعد تو شو دیدم من اینا کباب دارن، گفتم چه جالب، نمی‌دونم اینا غذام دارن. بعد گفت آره ما بهترین کباب شهر رو داریم. گفتم این حرفت هیچ ارزشی نداره. گفت چرا؟ گفتم به خاطر اینکه هر رستورانی میره همین حرفو میزنن. گفت ولی من راست میگم. گفت اگه تو راستم بگی باز هیچ ارزشی نداره، چون همه دروغ میگن، حرف تو هم همونقدر بی ارزشه، مثلا اگه نگو این حرفو. حالا من نمیدونم خانم فهمیده نفهمیده، ولی اینو بهش گفتم. بعد از اون ور دایم اومده میگه که سهیل این یارو آرایشگاه، من تو مامانم آرایشگاه داشت به اسم صدف تو میرداماد که خیلی معروف بود، یعنی اون موقع معروف ترین آرایشگاه شاید ایران بود. تمام بازیگران می اومدن اونجا، همه عروسای خفن می اومدن اونجا از این حرفا. بعد
این اون طبقه پایینش رستوران داشته، همیشه موهاشو میبست از پشتشو میومد و خیلی قشنگ حرف میزد و قیافش یه خورده چیز دیگه، بیزنسمن دیگه، میاد اونجا میخواد مثلا بگه مثلا تو بهترین آدمی هستی که تو زندگیم دیدم. بعد منو که دید، این حالا خیلی جالبه، این اسمش بود رستوران فکر میکنم اگه اشتباه نگم. این که منو دید، دایم بهش گفت آقا، دایم دیده بودش و با هم آشنایی داده بودن، گفت آره آرشگاه طرف که صحبتشو کردی بیا پسرشو آوردم. بعد من نشستم باهاش صحبت کردم و در گفت اوه من تو رو یادم میاد و قشنگ میدونم چطوری تو کی هستی و فهمیدم و اینا. حالا مثلا طرف من 30 سال ندیده دیگه. بعد اومده میگه که آره تو خانومت میومد از من استخون میگرفت واسه سگتون. من تو چی میگی؟ من 16 سالم بود از اینا رفتم. آره من تو سگ مثلا میدونی فقط داری چرت و پرت میگی که میخوای به من بگی من با تو رفیقم. حالا چرا من نمیفهمم که مثلا تو یه سیخ بیشتر کباب بگیرم، من نمیدونم چی کار میخوای بکنی. خیلی خب حالا نشستیم اونجا غذا بخوریم. بعد میگه تو از کجایی؟ میگم من از ونکوورم. میگه از من درخواست شده بود بیام اونجا رستوران بزنم. من اصلا تو مغزم دارم میگم کی اومده از تو درخواست کرده؟ با رفیق رفتی بیرون گفته میخوای چیکار کنی؟ گفتی میخوام کبابی بزنم. گفته خب داداش اینجا بزن ما هم کباب تو بخوریم. ها رفیقم واسه بده حال بده. یه جوری صحبت میکنه که انگار مثلا صبح زنگ میزنه و ایمیلشو باز میکنه 3-4 تا ریکوست داره ما غذای شما میدونی چی داری ذهن میزنی. حالا اینیست ما از من ریکوست شده اونجا مغازه بزنم. اوکی تو خوبی. بعد غذاشو گفتم من واسه بودم دم در داشتم گل میزدم، سر میز داشتن سفارش میدادن. دایم گفت من جوجه میخوام با این غذاتون چطوره؟ بعد جوابش این بود که این غذا گوشتش خیلی خاصه، از هر 7 سیخی که من کباب درست میکنم فقط یه دونه میشه از این درست کرد. یعنی بعد 7 برگ درست کنم که بشه یه دونه از این درست کرد. بعد دایمم گفت اوکی من اینو میخوام. خلاصه براش اوورد و این مال دایم شد. زن دایم گفت من سلطانی میخوام. منم میخواستم برگ سفارش بدم. به زن دایم گفتم خب ببین یه کاری کن، تو برگ سفارش بده من کوبیده سفارش میدم، جفتمون سلطانی میزنیم چون بزرگ برامون کافیه. بعد اونم خیلی کم غذاست. گفت اوکی فکر خوبیه. حالا من دارم از بیرون چون دارم گل میزنم داد میزنم اینجوری مثلا آروم میگم و اونم اونجا واسه قشنگ گوش میده و اینا. بعد تکرار کردم من گفتم خیلی خوب پس جوجه و اون بختی نه هر چی بود که اسمش بود چنجه برای داییمون، برگ برای ایشون، کوبیده برای من. گفت اوکی. بعد رفت. بعد من گفتم دوغ بردارم. یه از این دوغای آیران بود اونجا ترکی. من اونو برداشتم. بعد گفت نه اینو ور بذار دوغ مشتی برات بیارم. گفتم خب اوکی حتما یارو از این خونگی‌ها میزنه یه چیزی خواستم بیاره پرکور کنم بریزه. برمیگردم یهو تو ایران. گفتم اوکی تو برام بیار. بعد به شاگردش گفت از اون گلستانا بده بهش. بعد اینجا یه در واقع یه دوغی هست به اسم گلستان که از این دوغاست که مثلا آولیه، باز میکنی میخوری. خب همه جا هست، خیلی خیلی معمولیه، کارخونه ای اصلا چیز جالبی نیستش، خیلی معمولیه. بعد دوغی که من ورشم آیرانه، آیران توش هیچی نداره، گازم نداره. این داشت به من یه دونه دوغ میداد که توش نعنا داشت با گاز. بعد من مغزم ترکید به عنوان انسان که این عجب آدم گاویه. تو رستوران داری بعد بفهمی مردم چی میخوان، چون تو خود نعنایی و گاز دوست داری انقدر احمقی فکر کنی همه اینطوری ان. بعد میبینی که من یه چیزی برشم که کاملا مخالفه، چون دوغ که 50 مدل نداریم، گازدار داریم و بی گاز. شروور میریزی توش، شیور نمیریزی. اینی که من برداشتم دوغ بی گاز بدون شروره. تو دقیقاً اون طرفشو داری به من میدی. چرا؟ حالا احتمالاً داشته 2 روز دیگه از تاریخ مصرفش میگذشته، بیشتر پول در می بود اگه اونو بفروشه. اون یه همچین داستانی داره میگه که این کار احمقانه رو انجام میده. خب ولی تو چشم من دارم فکر می‌کنم که دود چقدر تو احمقی، تو چیکار داری میکنی؟ یعنی چجوری میتونی اینقدر بیشعور باشی که مثلا اصلا نمیفهمی. بعد من بلند شدم دوغا رو برداشتم برگردم توی یخچال. بعد دوغ آیران خودم رو برداشتم. بعد اومد سر میز. بعد انگار مثلا یارو فراموشی داره. بعد گفت اینو نخور بذار واسه گلستان بیارم. گفتم نمیخوام گلستان.
گفتم مگه همین بطری الکی‌ها رو واسه چی تعارف کنم؟ من نمیخوام اینو، این خیلی خوشمزه‌تره، اصلا ربطی به هم ندارن. بعد هیچی نگفت رفت. بعد به زندانی گفتم یارو دیوونه است، انگار زبون منو انگار زبون منه یارو، انگار اصلا بیشتر از من میفهمه. میگه نه تو نمیدونی تو چه دوست داری، بذار من به تو بگم تو چی دوست داری. بعد رو هیچ منطقی میدونی اگه تو دوغو ورداری بگی اوه دوغ خونگی دوست داری بدون گازدار، بذار من یه خونگی دارم. و اگه من میام گازدار بردارم دیگه تو دوغیو که تو خونه درست میکنی، خونگی که گازدار درست نمیکنی دیگه، اونو آفر نمیکنی، اونو پیشنهاد نمیکنی به مشتری. میگی دوغ چیز برداشتی، گلستان برداشتی، نوش جونه. ولی اگه آیران خور بودی من یه دوغ خونگی داشتم. می‌فهمی این باید منطق داشته باشه. این فقط می‌خواست گلستان رو بفروشه، حالا چرا ما نمی‌فهمید. خلاصه من دیگه اونجا فهمیدم یارو دیوانه است دیگه، بی خاطر دیگه حرفش گوش نمیدادم. بعد اومد غذا رو آورد برای زندانی، سلطانی گذاشت جلوش. بعد زندانی گفت یه کوبیده کمه، کوبیده مگه با 2 تا نمیاد؟ گفت نه وایسا داره میاد. بعد من فکرم که مثلا اوکی برش یه دونه سلطانی کرده، یه دونه سیخ هم میخواد کنار بیاره. بعد برای منم دو تا کوبیده گذاشت، یعنی میشد یه پرس این نمیشد. بعد زندانیم یه منی کرد. خب الان اون رستوران دار اون لحظه بعد بفهمه که از این کامنتی که این داده یه دونه دیگه باید باشه، بعد دو تایی بعد بفهمه یه چیزی هست. اصلا به رو خوش نیومد چی. بعد من برگشتم بهش گفتم که داداش اشتباه غذا رو آوردی. نه من اشتباه نکردم. اصلا تو بذار بگم چی رو اشتباه کردی حروم زاده، بعد بگو من اشتباه نکردم. هنوز نگفتم چی شده، میگه من اشتباه نکردم. بعد میگم که من کوبیده سفارش دادم، ایشون برگ. نه این سلطانی سفارش داد. میگم یعنی پس همین داستانی که 2 دقیقه پیش در واقع کانفیوز بود هنوز برات تداعی نشده که چرا مشتری گفت یه کوبیده دیگه باید باشه. بعد اینکه من بهت میگم هنوزم نمیفهمی، چقدر ماشاءالله یه نفر میتونه گاو باشه. بعد بهش میگم که دادا این کوبیده سفارش دادم من، ایشون برگ قرار شد نسنس بزنیم سلطانی. بعد خود زندانی من گفت آره. بعد اونجا که دیگه نمیتونه شروع بگه، به جای که بگه ببخشید من اشتباه شنیدم، حالا نوش جان بکنید من رسیدو درست میکنم. جواب این چی میده؟ نگران نباش همشو میخورین. میخواستم بشقابو بکوبم تو صورتش، بگم مردی که یه دهاتی برو گم شو تو همون میرداماد کبابی بزن زیر پله. آخه چقدر یادم چرت و پرت میگه، نمیدونه مثلا کیم. هی میخواد بگه آره من عاشق ننت بودم، عاشق بابات بودم، هی به زندانی میگه. بعد اومده سر میز میگه غذا اینم بگم حالا اصلا کیفیت غذا رو صحبت کنیم. اصلا مثلا گفتم آقا من کوبیده خوردم، ببین من آدم شیکمویم، یعنی از روی بهونه‌گیری یا من دوست ندارم اینجوری مثل گاو نشدم. خب پس این آردی فکتی که نشون میده من مثل گاو میخورم. تو زندگیم من نشده کوبیده بخرم و نخورم، یعنی تو یه جاهایی من کوبیده خریدم که تو پروکورکت میریزه، ولی من خوردم و همیشه خوردم. این اولین باری بود تو زندگیم که من کوبیده گذاشتم تو دهنم و به زور قورت دادم و گفتم دیگه من به این کوبیده دست نمیزنم. انقدر بد بود، انگار پیاز سیخ شده میخوردی. یعنی انقدر یارو تو این پیاز زده بود با یه چیزی که این پیازا من اصلا هیچ رده‌ای از گوشت نبود. بعد مزه، انگار چربی و با پیاز قاطی کردی، اصلا افتضاح بود. میگم تا حالا نشده دیگه، بگم من 41 سالمه یک بار نشده من چیز نخورم، کباب کوبیده نخورم. کباب برگش معمولی بود، رو به خوب، جوجهش رو به خوب، ولی اون غذایی که واسه دایم آورده بود مزه سگ میداد. انگار داشتی گوشت دیدی ایرانی همه میگن بعد بوی زخم گوش نده، یه جوری بوی زخم گوش میداد که احساس میکردی داری امکان داره مریض شی. یعنی فکر می‌کنی مثلا یارو گوشت مریض بوده و تو داری میخوریش. حالا دایم من دیوونه تا تاشو خورد، من یه دونه رو بریدم امتحان کردم، گفتم عجب چیز سگ مزه، یعنی اصلا بد مزه و بوی گند. گفتم چه آشغالی، اصلا نمیخوام طرفش برم. بعد من گفت غذا چطوره؟ گفتم مرسی. بعد گفت چرا با شک میگی؟ بعد زندانی گفت خب بگو بهش دیگه. گفتم راست چقدر کوبیدت رو دوست ندارم، اونم از سگ میده. بعد گفت ببین دایید همش خورده، اون غذا خوره تو نمیفهمی. یعنی این آدم انقدر احمق بود، انقدر چشاش اون اسب باید چشاشو میبندن بنده خدا هیچی رو نمیبینه.
فقط این یه زاویه کوچه جلوش میبینه، این مثل اون بود. این چشش فقط چیزی که خوش فکر میکرد و میدید. بعد برام عجیب بود که یه آدمی که مثلا 60 سالشه، 40 سال 50 سال تو این بیزنسه، هنوز این چیزایی به این بیسیکی رو نفهمیده که آقا اگه یارو میاد دوغ گازدار ور نمیداره، میخوام چیزی بهش آفر کنم، دوغ غیر گازدار بهش آفر کنم. این چیز به این سادگی هنوز نفهمیده بود. اگه یه اشتباه میشنوم، خیلی خوب یه سیخ اضافه میدم دیگه، اگه چاقال باشم میام سیخ رو ور میدارم، میرم پشت خودم میشینم میخورم، میگم که آقا اشتباه کردم بیا سیختو ور بشم. خلاصه ما رفتیم تو یه جای آشغالی، کباب غذای آشغالی خوردیم که مثلا تو جاده، اگه مثلا تو یه جایی میش مثلا داری میری بوشهر، بعد تو یه جاده خاکی بودی برای 1.5 ساعت، بعد یه جا میبینی یارو زده کباب با خودکار نوشته، اگه بری اونجا غذا بزنی یه همچین احساسی باید بده که بگی یا که آقا واسه سگدون دارم غذا میخورم، احتمالاً مثلا گوشت مثلا گاو و گوسفند هم نباشه، احتمالاً مثلا همین یه حیوان دیگه رو میخورم. بعد قیمت $170 واسه 3 نفر که واقعا گرونه. یعنی تو اینجا می‌بینی رستوران با کلاس غذای خفن میزنی که یارو روش برای دیزاین داده بود، کسی که واقعا رفته مدرسه اینو درست کرده برای 3 نفر مثلا. یعنی هر یک نفر $170؟ نه 3 نفر اون با هم شد $170، یعنی نفری $55 $60. خیلی گرونه برای غذایی که دارم بهت میگم. اینجا تو ونکوور این غذا رو اگه میرفتی میخوردی با اون استایل مثلا میشه $35. یعنی تو ونکوور، نمیگم تو مثلا بوشهر اینا، تو ونکوور همون کانادا تا گرون ترش که ونکووره، مثلا غذایی که ما خوردیم $35 ارزش داشت. من اون غذا رو با $35 میتونم جمع کنم. اینو 160 رو از ما گرفت. بعد چاپلوسی الکی که من نمی‌فهمم برای چی داری این کارو میکنی. خب من آدم غذایی که دارم میخورم بهم بده درست باشه دیگه، چرا همش چرت و پرت میگی؟ چرا اتاقو نمیتونی بخونی؟ وقتی میبینی من قیافم خوشحال نیست، بهت میگم دوست ندارم، چرا هنوز نمیفهمی که غذات بده؟ چرا نمیگی که بذار بخورم ببینم چه مزه‌ای، میتونم یه تیکش امتحان کنم ببینم چی میگی؟ اوکی، بعد برم پس بگم این گوهای که من دوست دارم، یادم مثل سهیل دوست نداره، پس بیا 2 تا بزنیم، با بو بدون بو. بعد به سوالی که سفارش میدم میگم کدومو میخوای، بودار میخوای یا بیو میخوای؟ نه یارو میگه اصلا تو نمیفهمی، تو چون غذا دوست نداری اینجوریه. خلاصه دیگه نمیدونم چرا اینجوریه واقعا. ما ایرانی‌ها چرا اصلا این رضایت مشتری اصلا برامون اهمیت نداره؟ واقعا اینجا هم همینطوره. فرقی نمیکنه تو چه کسب و کاری میری، اصلا بوتیک میری لباس بخری، اصلا اینکه مشتری رضایت داشته باشه اصلا اهمیتی نداره. حالا در مورد همین موضوع گوشت که گفتی، یاد یه داستانی افتادم که یکی از دوستامون، ما یه جورایی تازه با هم آشنا شده بودیم، بعد این گفتش که من بابام قصابه و چه گوشتایی، چقدر عالی، چقدر کلی، همیشه هی تعریف میکرد. تا صحبت پیش میومد این تعریف میکرد کلی که نمیدونم فلانه کشتار روزه فلانه ایناست. یه بار ما گوشت خونه تموم شد، اومدم خونه گفتم اینطوریه، من فلانی میگه که من بابام قصابه، خیلی هم تعریف کرده همیشه، بیاین این بارو امتحانی بگیم این بنده خدا باباش بیاره برامون ببینیم چطوره. گفتن خب اوکی. ما هم سفارش دادیم. اشتباهی که کردیم زیادم سفارش دادیم نکردیم، حالا مثلا یه ذره بگیریم ببینیم چطوریه اصلا. سفارش دادیم و گفتیم آقا یه 3 کیلو اینطوریه، 2 کیلو اینطوریه، یه 2 کیلو هم اون مدلی برامون بذار. آقا چی کار داری؟ گرفت، تحویل گرفتیم و آوردیم. اولین باری که من مامانم درست کرد، کل خونه بوی زهم گند افتضاح گوشت میداد. یعنی در حدی که من همیشه مثلا میشینم یه سریا میگن ما گوشت گوشت دوست نداریم، نمیدونم بوی زهم میده فلان، همیشه من گفتم یعنی چی؟ من هیچ وقت نفهمیدم. نگو قصابه، بسته به اون قصابه، بسته به اون گوشتیه که میخری. آقا کار نداریم. این انقدر افتضاح بود که خب زیادم بود، واقعا هیچ کاریش نمیشد که، یعنی چیزی نبود که بگیم کنه حالا میریزیم دور فدای سرمون فلان. فقط ما تا یه چند ماهی که تو مثلا 2-3 ماهی که این گوشتا رو هی مجبور بودیم بخوریم، به اجبار میخوردیم که فقط این گوشت تموم بشه. بعد اصلا همینی که تو خودت میگی اصلا میمونی با خودت، میگی که چطور ممکنه تو مثلا به این گوشت میگی گوشت عالی، تویی که مثلا پدرت قصاب بوده
واقعا یعنی تویی که تو این شغل بودین خانوادگی، تو نباید فرق بین گوشت خوب و بد و بدونی، اینجوری میای تبلیغ میکنی. بعد یه چیزی که نمیفهمم اینه که آقا چرا رستوران ایرانی بهتر چرا نمیشن؟ یعنی مثلا میگم آقا مگه یه دونه رستوران داشتم دوش کوبیده میزنم، گفتم آقا که ما 40% پیاز میزنیم، 60% گوشت، 1 گرم نمک، گفتم آقا بیا یه بار به این خردل بزنیم. روزی من یه کار غیر عادی میکردم، بیا گوشتشو بکنیم 70%، بیا پیازشو بکنیم 65%، بیا پیازشو عوض کنیم از این یکی پیاز بریزیم، بیا پیازو بخوابونیم آبش خالی شه بعد بریزیم، بیا آبشو بریزیم مثلا بذاریم توش بمونه. بعد از 1 ماه 2 ماه یهو شانسی میبینی یه غذا درست کردی اصلا پراکوکت میریزه. چرا اینا هیچ کاری نمیکنن؟ یعنی روز اول انقدر به خودت مطمئنی میگی من بهترین دنیا رو ساختم، دیگه فلان تو ننه هر کسی که بیاد بگه این بهترین نیست. خب دایس من که کبابی ندارم، تو داری، چرا یه سیخ در روز حروم نمی کنی به خودتو بهتر کنی؟ بعد برس بگی آقا ما فهمیدیم اگه آب کباب مثلا آب پیازو نریزیم یهو غذا بهتر میشه، یا وقتی آب پیازو ریختیم هر کی خورد گفت آقا امروز چقدر خوشمزه بود کباب. بعد اینو تیکه تیکه کن، 10 تا تیکه کن، هر کی میاد بده امتحان کنه، بگو آقا شما امروز کوبیده سفارش دادین، اینو من درست کردم، میشه امتحان کنی به من نظرتو بده با کوبیدم؟ مشتریت هم برات مجانی تست میکنه اینو، یعنی لازم نیست بری گور هم پول بدی واسه تست کنن. کباب خوشش میخوره میگه از این میتونم سفارش بدم، بعد میگی نه این فقط تستمونه هم درستش نکردیم. آقا تو رو خدا این درست کن خیلی خوبه. آقا میفهمید خود چه هیچ کاری ندارن، همون مزخرف رو ریپیت میره جلو، هیچ اتفاقی نمیفته. یکی هم مثلا میاد میگه آقا غذات بده، میگه یارو دیوونه است بی تربیته. به اون سقف ذهنیه فکر میکنم برمیگرده سهیل، به اینکه یه سریا همین فقط میخواد یه مغازه‌ای بزنه کار بکنه، یه درآمدی یه چیزی همین براش کافیه. میدونی فکر بزرگ نیست که بگه آقا بذار کباب من اصلا معروف بشه، اصلا شعبه بدم. چرا میرم توش میگه ما بهترین کباب داریم؟ پس چرا این زرو میزنه؟ چرا نمیگه بیا کباب بخور؟ هر رستوران یارو سوپرمارکت میری میگه ما بهترین کباب داریم. بخوام سوپرمارکتی تو نمیتونی بهترین کباب داشته باشی، تو اگه بهترین کباب داشتی سوپرمارکت رو نمیدونی میبستی فقط کبابی میشدی. همینی که سوپرمارکتی وسطش کباب داری نشون میده تو بهترین کباب دنیا رو نداری. هر رستورانی میره میگه ما بهترینیم، اصلا میمونی میگه خب آخه چرا؟ رفتم توی رستوران همین شف، یه دونه دختر لب عملی اردک گذاشتم اون جلو، ما رو برده نشونده، بعد یه دختر دیگه اومده ازمون اوردر گرفته، یه دختر دیگه واسطه با اون دختر حرف میزنه، بعد رفتم دستشویی صابون نداره، صابون تموم شده. کل رستوران فقط من و اون آقایی که منو برده تو رستورانیم، هیچ احد و ناس دیگه ای نیست، یعنی یک دونه مشتری دیگه هم وجود نداره. بعد میگم خب اگر تو این سناریو اینی شلوغ بشی چی میخوای بشی؟ آشپزت که میره شاش بکنه میاد میونه صابون نیست چیکار میکنه؟ فکر می‌کنی وای میسه دستشو میشوره یا میگه به تخم وقتی رئیس هم انقدر احمقی که صابون و حواسش نیست تموم نشه؟ بعد صابون تو که میدونی اولاغی، خب چرا 3 تا صابون نمیذاری اونجا؟ چرا یه دونه شلف خوشگل نمیزنی 3 تا صابون بچینی روش که من میام میبینم صابون نیست یه دونه خودم وردارم بذارم؟ اونم تازه بده ها، ولی دیگه میخوام من وایسام تو دستشویی دارم چیکار کنم؟ من رفتم دستشویی دستم بشتم صابون نیست، اینو باز کردم از اون لولهش اینجوری کشیدم یه قطره اومده بیرون، دستم مثلا به زور با اون شستم اومدم بیرون. خب برای چی به فکر این هستی که اون دختره لباش اینطوری باشه که یارو میاد تو شنبولش انگولک شه، ولی به این فکر نکردی که یارو میره شنبولش رو خالی بکنه دستشو بشوره، یارو میخواد غذا بخوره دستشو بشوره؟ تو رستوران چطوری تو میتونی به صابون نرسی؟ من باید بیام بگم آقا صابون نیست؟ منطق دینه؟ من مسخره تو هم؟ چی میشه یه دونه ساین شیت بذاری دم در هر ساعت بعد یکی اینجا رو امضا کنه؟ ساعت 1 رعنا لب قلمبه اومد توالت رو دید آره صابون پاره فلان. آقا صابون رسید به نصف باید عوض شه، تو کی صابون رو میخوای عوض کنی؟ تموم شده لولش افتاده، یکی بیاد بده بگه اوکی رعنا جون برو صابون عوض کن. خب زهر مادر سگ چه از رستوران داریه؟ چند تا چیزو تو این رستوران با تو حواست باشه پر بمونه واسه مشتری. یه دستمال توالت، یه دستمال دست خوش کردن، یه دونه صابون. یارو 33% چیزایی که باشه رو از بین برد نداشت. میدونی من اصلا نمیفهمم. آخه
اگه رستوران زدی به این قشنگی، به این بزرگی، میخوای بیزنس رستوران باشه، اگه نمیتونی تو 2 تا شعبه صابونتو پرنگهداری گو میخوری، میای تو این بیزنس فکر میکنی تو میتونی کسی بشی. چیو میبینی که فکر میکنی تو این کاره ای؟ من اینجا مثلا یه رستوران هست به اسم کاکتوس کلاب. روز اولی که اومدم کانادا خواهرم منو برد تو این رستوران. یعنی من الان 24 سال دارم میرم تو این رستوران. یک بار نشده من برم تو این رستوران دستشویش کثیف باشه. یک بار نشده برم تو این دستشویی دستمال افتاده باشه زمین. یک بار نشده برم دستمال نباشه. یک بار نشده برم صابون نباشه. شف یه بار تو زندگیم رفتم. میدونی چی میگم؟ یعنی انقدر استاندارد پایینه، انقدر دهاتی و بیورزه و بی بیزنسی، یعنی هیچ چی نمیفهمن. فقط یه منقل میذاره گوش میکنه تو سیخ، تموم شد بیزنس ما، تموم شد. اونم نمک نمیزنه که میگم من به یارو گفتم، وقتی یارو خب منو مهمون کرده دیگه، داره 50 دلار 60 دلار پول هر ظرفی و بنده خدا میده، به من گفت کبابش چطوره؟ گفتم کوبیدش خوبه ولی برگش مثل میمونه که اگه گاو و گاز بزنی باید همین مزر بده. بعد گفت قشنگ گفتی. یعنی اونم دقیقاً من همین داشت فکر میکرد، چون اونم سلطانی داشت دقیقاً، یعنی نشون میدم داشت همین فکر میکرد که آره آقا مثلا، یا مثلا میگم نه دادا خوبه، نه هیچ، چون راست میگی، خیلی قشنگ توضیح دادی، گند نزدی بهش ولی واقعیت رو گفتی. بعد روی میز منیو ندارن، منیوشونو یه کاغذ یه پلاستیک گذاشته روش، یه دونه QR کد گذاشته که اسکن کنی با تلفن بری تو منیوش. بعد زیرش QR کد اینستاگرامشون رو گذاشته. تو وقتی دوربینتو میبینی دوربین دوتا رو میبینه، تو بعد هی ببری بالا پایین دستو بگیری اون یکی بزنی. بعدم فکر می‌کنم که آخه ببین کدوم الاغی اینو دیزاین کرده که گفته آقا منیو رو بزنم روی چیزی، گفت بغلش هم اینستاگرامو بذار. کی تو توی رستوران بودی بعد وسط غذا گفتی اینستاگرام داره این رستوران؟ میدونی چی میگم؟ تو چه سناریویی تو میخوای بریم؟ مثلا تو فکر می‌کنی اگه مثلا QR کد مثلا amazon.com هم میذاش همینقدر تاثیر داشت، حتی بیشتر. یعنی تو مثلا نشون گفتی او رسیدم آمازون چیزی بخرم. اینستاگرام تو خب واسه چی گذاشتی رو این صفحه؟ چرا نمیاد یه دونه خوشگل بذاری، منیو، یه چیز قشنگ راجع به خودتون بنویسی، بعد اون پشتش اوکی اینستاگرام تو بذار، توییتر تو بذار، بگو کی میخواد اینا هم هستش، لینک های اضافه شو. ولی اون صفحه اصلی تو داری میخوای با من منیو بدی، تو منیو داری به من اینستاگرام تو تبلیغ میکنی، من چیکار کنم؟ او بذار غذا سفارش ندم برام برای اینا بگم چقدر رستورانتون قویه؟ چی تو مغزت بود که فکر کنی اینستاگرام اونجا به درد میخوره؟ اینستاگرامری هر روز صبح رستوران که باز میشه کباب نشون میدی، هزاران فالوور، چی بود که گفتی آقا من تو اینجا لازم دارم طرف منیو منو ببینه به علاوه پیج اینستاگرام ما رو؟ بعد یکی دیگه هم بود گوگل ریویوشون، پشت صفحه قشنگ بذار گوگل ریویو، اگه میخوای مثلا 5 دلار غذاتون تخفیف میگیریم اگه واسه ما ریویو بری بذاری. من اینو میبرم میخونم، آقا که راست میگه، ویدیو میگیرم، یعنی میرم اونور میذارم، بعد برات ریویو میذارم، بهت نشون میدم تو یه ریویو گرفتی، من 5 دلار تخفیف گرفتم، من خوشحالم، تو خوشحالی. بغل منیو واسه من گوگل ریویو گذاشتی. خب من چیکار کنم الان؟ چی شده که تو فکر کردی من منیوشون QR کدیه بعد سخت بهش برسم، برم بگم چقدر اینا فیوچریستیکن و شبیه خارجی ها هستن؟ چی مثلا منطق چی بوده اون لحظه؟ ای وای مامان من زندگی من میاموزش. خلاص آقا این قور بنده بود. بچه‌ها دوست دارم من ویدیو تکی بزنم امروز، طوفانم به قول معروف گرفتیم به صحبت، ولی خیلی برام عجیب بود این سناریو که چرا ایرانی درست نمیشه تو دنیای بیزنسش، چرا بیزنس‌ها انقدر ضعیفن، انتقاد پذیرم نیستن. تو مغازه میزنی، کسب و کار زدی برای من مشتری، چرا به حرف خود همون مشتریه گوش نمی‌کنی؟ میدونی اینا خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. من اصلا نمیتونم درک کنم. اعتماد به نفس کاذبی که ایرانیای بیزنس رو دارن باور نکردی. بعد میگم رستورانی که فقط من توش مشتریشم، اینجوری که یارو ریخته میگه بابا زر نزن، تو که میبینین من دیگه ریختن سرم اصلا به جهنم، دستمال توالتم که نذارم که هیچی، توالت اصلا وردارم ببندم بگم اراف سرویس هنو اوکیه، زر نزن. توی توهم هم باشی اونم اشتباهه دا، ولی باز توی توهم یارو میگه آقا من رستوران زدم مثلا یارو فری کثافت بود، معروف بود به خاطر کثیفیش، آقا من کثیفم مثلا، معروفم به خاطر کثیفیم، همینم که هست، هم میاد. ولی اگه یه نفر بهش میگن فری کثافت بعد نمیان داری ورشکست میشی، خب بگو آقا بیا کثافت نباشم دیگه، چیو به من میگی کثافت؟ او دستام کم تو دماغم کردم خوب نیست، خب دیگه اصلا نمیگم تو دماغم. این چیکار کردی؟ یه کاری کردی دیگه، چند تاشو انجام ندی درست میشه دیگه. من خودم ولی بهم میگه خوب نیست، میگم نه
چرا میگن فقط مزه پیاز میده، بعد بگی اوکی بذار فردا آقا پیازشو کم کنیم، مشتری شاکیه. نه همین هست، خوشت بیاد. خیلی خدایی خیلی ضعیف. دمتون گرم بچه‌ها. امیدوارم که یه کسی که بیزنس رستوران در آینده میزنه یا حداقل فک و فامیلی بیزنسی داره اینو بهش نشون بده، بگه آقا نگاه کن این چیزی که مردم احساس واقعیشونه وقتی داریم با لبخند میگی اشکال نداره شما می‌خوری، اونم میگه بله غذای شما که خیلی خوشمزه است معلومه می‌خوریم، حالا امروز نکنیم فردا می‌خوریم. خب آره ما که می‌خورم چیزی که به زور کردی تو کونم کبابو من بندازمش دور. دمتون گرم. برمیگردیم با طوفان، با ویدیو خود طوفان. چاکس. Soy اقتصادی